با سلام به معمار استودیوم 100,000 پسری، امام عمم و مدافع حقوق مردان عمامه‌دار که دامنش هم آنتیزنه، یعنی مقام عظمای ولایت. این روزا دشمنان گیر سپیچ دادن و شعار مرگ بر داماد آنگوزمان ما سر میدن. هی میگن وعده های رئیسی آبدوخیاری بود، هیچ غلطی هم نکرد. بابا آخه مگه گذاشتید ابرام ما یه غلطی بکنه؟ اومد مسکن بسازه، دید نمیشه. اومد ورم تورم رو کم کنه، دید نمیشه. اومد هواپیما بلند کنه، دید نمیشه. اقتصاددانای نظام رو به خط کرد، دید به اندازه یه طویله گاو هم حالیشون نیست. بعد رفتیم خدمت عظما، 2 تا دود کارشناسی گرفتیم، دیدیم ای دل غافل، مشکل تو این بدحجابی هاست. آب میبندیم به زاینده رود، بدحجابی بیرون میزنه، خشکش میکنه. قیمت دلار رو میاریم پایین، بدحجابی میزنه، تالاپی میبردش بالا. اینجا بود که عظما گفت ابرام گشت ارشاد و آتیش کن که هوا پسه. الان هم بی خود دشمنای نظام نیان بگن نظام ما مرد سالاره. نه آقا جون، ما و نظام ما با مرد سالاری به غیر از 2 جا مخالفیم. یکی خونه، یکی اجتماع. بیرون منزل متعلق به مردانه، درون منزل هم متعلق به مردانه. زنان هم از هر تعلقی آزادن. الکی گول دشمنان نظام هم نخورید که میگن آزادی پوشش از مطالبات زنان ایرانه. نه خیر، شما از هر خانومی بپرسی مطالباتت چیه، میگه یکی سلامتی مقام عظما، یکی هم اجرای طرح نهی از منکر. بنده خودم این سوال رو از خانوما پرسیدم، از آیت الله مکارم شیرازی پرسیدم، از حاج آقا احمد خاتمی پرسیدم، از موحدی کرمانی پرسیدم. همه حرفشون همینه. حالا شاید دشمنا بگن اینا که خانوم نیستن. بله، اما وقتی من پرسیدم خانوماشون تو خونه بودن. این علما هم حرف دل خانوما رو میزنن. الان هم به جای این بحثای انحرافی باید همتون جمع شید، از ابرام ما تشکر کنید که در یک اقدام پروپکانی اسم 61 نفر از شخصیت‌های استکباری رو همینجور کرده تو لیست تروریستی. یعنی لیست کسایی که اگه ما دستمون برسه تک به تکشون رو ترور میکنیم. البته تمام پولاشون هم الان تو قم و مشهد بلوکه کردیم. آرزوی تحصیل توی حوزه علمیه قم رو هم به دل خودشون و بچه هاشون گذاشتیم. همین الان باغ زردآلوی جو ویلسون توی اسلام شهر و کارگاه تولید ظروف پلاستیکی دن بیکن توی جاده ساوه توقیف شده. پس چی؟ آهای بسیجی، چیه نیشه تو باز کردی؟ داری به ریش عظما میخندی؟ ای خاک بر سر ما که اومدیم روزه بخونیم، کمدی استنداپ در اومد. و السلام علیکم. و کلش مزخرف بود بابا.